خب عزیزم امروز برای چه رنگی بزنیم؟ لطفا ریموو کن ناخونامو. وا چرا مگه چی شده؟ لاک ژل کلا ممنوع شده دیگه. واقعیت اینه که لاک ژل ممنوع شد، ولی چرا؟ به خاطر ماده‌ای به اسم TPO که این TPO باعث میشه که وقتی ما لاک میزنیم باعث درخشان‌تر نشون دادن ناخون‌ها بشه. حالا چرا حذف شده؟ چون باعث ناباروری شده. ولی چطوری فهمیدن؟ اومدن روی موش‌ها آزمایش کردن و دیدن که باعث ناباروری شده، ولی هنوز روی انسان‌ها امتحان نکردن. ولی بالاخره TPO کلاً ممنوع شد. حالا شما به مشتری چی بگی؟ واقعیت اینه که خیلی از این لاک ژل هایی که گرون هستن ندارن TPO رو و روش نوشته فری TPO و اتفاقا باید به مشتری نشون بدی اینها من از این لاک ژل ها دارم استفاده میکنم و به خاطر همین هست که من ناخنکار ارزونی نیستم. من روژین ساسانی هستم و اگر میخوای از این موارد بیشتر ببینی بیا تو پیجم.